بچه ها اومدیم پارتی کرافت بازی کنیم و شول پارتی کرافت و اومدیم در کنار شماها هم بازی کنیم و اسمم هندونه است تو این بازی و کشورم هم ایران، یعنی کشور خودمون. و بچه ها اومدیم داره پارتی کرافت بازی کنیم. راندش کنیم میشه پارتی کرافت. این رانده شد. مثلا اسم اصلیش شول پارتی کرافت، یعنی به فارسی ما مهمانی در مدرسه. این بازی مربوط به مهمونی و مثلا مدرسه و اینا میشه و مثل تقریبا مثالش کنیم میشه شبیه ماینکرافت. خب بچه ها اومدیم باهاتون بازی کنیم که برو که بریم. خب بچه ها امروز اومدیم خوشگذرانی میکنیم. خب با این موتور سنگینمون. خب بچه ها اینجا یه دونه حوضچه داره و آی خیس شدم خدا. حوضچهش خیلی قشنگه بچه ها. اینجوری بریم داخلش. آبش زلاله. چه دیره پرشو. چه یه سوال دارم، اینو من نفهمیدم این چیه کاربردش؟ ته پارک ایس زیاد انگلیسی بلد نیستم نمیدونم. خب فکر کنم میگه باید ماشین پارک کنید. خب بچه این نکته جالبم بهتون بگم. شما مثلا میخوایم بیایم توی این بازی، مثلا میرین اونور و اونور که جا نیست. خب دوباره با این طرفم میتونید برید اونور، ولی یه حدی داره اونور رفتنه. نها کنید بچه ها بازی لگ میخوره. نها کنید من الان پد میشم اینجا. خب بچه ها ما را توی آب چیز کرد، گذاشت تو آب، یعنی پریدیم ما. خب بچه ها گیزا بخوریم. بچه ها موز بخوریم، موز. بچه ها هندونه هم میگیریم. به به همش هندونه است. خب خدایا شکرت به ما عظمت دادی. خب بچه ها من خستگیمو بگذرونم. اوه خدا خیلی خستم. به خاطر شما اومدم دارم ویدیو درست میکنم. حتما لایک کن دیگه. به خاطر تو دارم ویدیو درست میکنم. خب بچه ها هندونه میخوریم. یعنی هم اسکینمون هم نام کاربری یوتیوبمون. خب بچه ها اینی که هندونه هم میخوریم. تموم شد. خب بچه ها اینجا هم یه استراحت میکنیم. خش او ساعت هم داره میشه 12. بسته بریم خونه بخوابیم.
بچه نمیتونم برم خونه بخوابم، بعد به تو مدرسه بخوابم. تو مدرسه هم میشه خوابید. خب اینجا چی میشه؟ اینجا هم میشه خوابید. بخوابیم. بچه فکر کنم 3 روز گذشت. خب بچه الان این خونه خیلی قشنگه، میام میخرمش. این این اون خونه هست. بچه پایینش دقت کردید چیه؟ خب اینجا هم خونه خوبیه، ترتمیزه، همون هم داره. بالاشو ندیدم من، بریم بالاشو ببینیم. خب بچه ها این 3 کار رو دریافت کنیم. اینجا هم اتاق بچه است. خب بچه ها اینجا هم اتاق یعنی زن و شوهری. اینجا هم اتاق کودکه. خیلی خوبه، خوب ساختن. خب بچه ها ما میریم. یه دارم خونه هم براتون خریده بودم، براتون نشون بدم. خب بچه ها اینجا هم خونه منه و $1 به خونم چند میدید بچه ها؟ خب بچه ها بعدی این بازی میدونید چیه؟ بچه بعدی این بازی مثلا چی بگم، چیز نداره. TNT مثلا نداره، این ماینکرافت مثلا همه جا رو بهتر کنید. دومیش اینه که مثلا بیرون از خیابون مثلا نمیتونی بلاک بذاری و مثلا نمیتونی مثلا شهر رو مثلا نمیتونی بکنی. و بچه یه نکته هست، مثل ماینکرافت نیست که زیرشو بکنی بری ته بدراک. این اصلا بدراک نداره، بدراک یختی. خب بچه ها اینجا هم پتشابه. چیا داره؟ سگ و گربه داره. بچه ها میشه تبدیل به سگ هم شد. خب این پدر رو دوست ندارم، این خوب رود فایده. دوباره این اومد برامون. خب بچه ها میتونیم تبدیل به سگمون بشید. سگ جونجونی. بچه ها سگ شدنش اینه. سگ شدن یه معنای دیگه هم داره. برای اون کسایی که نمیدونن نمیگم، کسایی که میدونن حله جان. خب دیگه کافیه. لیف چه؟ اینجوری میشینه. استندم اینه بلند میشه. این چیه؟ اینجوری پارس میکنه. اینم مثل آدم میشینه. خب اینم که گزا میطوره. دادم جان زمین رو لیس نزن، زمین کثیفه. خب خیلی خوبه بازیش و بازی دیگه هم داریم و همونطوری که توی ویدیوی یعنی توی شورت ویدیو قبلی هم بهتون گفته بودم توی PS5 انجام میدیم. البته با گوشی ماینکرافت دیگه انجام نمیدیم.
عمرن. و با گوشی کارمون اینه که از طریق PS5 مثلا فلش انتقال بدی به گوشی. اینجایی که سلام زهر، برو بابا اینجا چی گفتی؟ بیادب. خب بچه ها از این ویدیو اگر خوشتون اومد و منو توی ویدیو دیدید و این چی بود بهمون اضافه شد؟ آها سگمون رفت بازی کرد به خاطر اونه. خب بچه ها داشتم میگفتم تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.